ما شمالی و پیتزامونم با برنج درست میکنیم، همش گوشته، عالی، سالم، خوشمزه. بیا تو بهت بگم چطور درست میشه. 200 گرم برنجی که از نهار موند، این گوشتی هم که از نهار مونده، پنیر خیکی یا پنیر گوسفندی، دلمه برای تزیین، گودام اگه دوست داشتی میتونی استفاده کنی، روغن و ظرف پیتزا. روغن کف ظرف میریزیم تا برنجمون نچسبه، برنجو میریزیم کف ظرف، یه ذره دست میزنیم شاید بریزه، قشنگ در نیاد، یه ذره پنیر بهش اضافه میکنیم چسبندگیش بیشتر بشه. بعد از اون حالا میایم یه ذره سس میزنیم، قشنگ پخشش میکنیم. بعد سس یه ذره دوباره پنیر میریزیم. حالا نوبت گوشت میشه، گوشتا رو میریزیم روش. پنیر گودام اگه دوست داشتی ذره رنده کن، خوشمزه میشه. بعد از اون میایم اینجا دلمه ها رو میزنیم تزیین بشه، میره تو فر 20 دقیقه زیرش پخت بشه. بعد از اون 5 دقیقه بالا رنگی بشه. پایان کار ما. برای دیدن ترفندهای بیشتر پیجمو دنبال کن.